سن تکلیف روزداری برای مرد و زن. سوال: لطفاً سن تکلیف رو برای هر دو، برای مرد و زن بیان کنید. جواب: الحمدلله، تکلیف مکلف شدن به احکام، برسیدن به بلاغت و داشتن عقل سالم حاصل می گردد. وقتی انسان به بلاغت رسید و عاقل شد، هرچی از احکام شرعی را خواه مرد باشد خواه زن باشد اجراش برای او واجب می گردد و برای بر بلوغ رسیدن نشانه هایی هست. برای دختران بعض نشانه های خاص آنهاست، از جمله نشانه های عمومی: خروج منی، برآمدن منی، خواه در خواب باشد، دیدن خواب یا بیداری با احساس لذت، رسیدن سن از 15 سالگی یا پدید آمدن موی در زیر کش یا در زیر فرج عضوهای شرمگاه. این نشانه ها برای پسر یا دختر یکسانند. حتی اگر پیش از 15 سالگی هم پیدا شود، الکی به بلاغت رسیده است. اما از نشانه های خاص دختران باشد پیدا شدن حیض، حامله داری. حتی اگر پیش از 15 سالگی هم رخ بدهد، این حیض الکی دختر بالغ شده است. هرگاه یکی از این نشانه ها ظاهر شود، کودک به مرحله تکلیف وارد گشته است و برای وی احکام شریعت لازم و واجب می گردد و الله سبحانه و تعالی توفیق دهنده است. و درود و سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و آل و اصحابش. باد فتاوی لجنه دائمی مجلد 10 صفحه 161.